اوشه چه خبرته؟ بزن روشنش. دشت چطور بود؟ خوشگله؟ خراب. مردی که گشنه همچین دنبالم میگفت دوز انگار سویچ بوگاتیشو زدن. کیفشو ببین 2 تومانی. الان دیگه کی 2 تومانی میذاره تو جیبش؟ توش 3 تا آبربانک، هر 3 تا خالی، به قرآن خالیه. اینا رو بذار صبح به صبح صدقه بدیم. گدای چیزی بابا. تو چیکار کردی؟ یعنی امروز دیگه کم مونده بود گیر بیافتم. به خدا یارو انقدر گشنه بود یک شیامی به در نخور. نگاه کن انگار آیفون 16 پرو مکسشو زده بودم. گشنه. چه میدونم خسته شدم به خدا. بابا به نظر من که همون شوگرا رو بتقیم بهتره، به قرآن سگشون شرف داره. حداقل از این دل دزدیام دیگه فکر کنم بهتر بشه. خدای به امید تو. به امید تو نه به امید اون شوگرای 20 سال. الله ببین. اوه یارو رو نگاش. من نمیرم جلو بشنم. غلط کردی. همین الان بگم من نمیرم جلو. ساکت میری میشینی. سلام چطوری؟ خب دخترا کجا بریم امروز خوش بگذرونیم؟ هر جا که توش پول باشه کیفمون کوکه. پس باید ببرم تا بانک. نه بابا همین ماشینت خودش یه بانک سیار باشه کافیه. فقط کافیه بگین چی دوست دارین، هر چی بخواین هست. آقا گوشی نیست. فکر کنم افتاده. بشین عزیزم من خودم میرم نگاه میکنم. تیپشو نگاه. قیافشو